همین زاویه‌ای که فرمودید میگم. ببینید میگن که آقای کواکبیان میفرمایند اولا باید پس بگیم که آقای کواکبیان شما حسابتون رو از حساب آقایانی که مثل آقایان موسوی و کروبی و خاتمی جدا میکنید. میخواید حرف تو دهن ما بذارید؟ ما همچین چیزی نگفتیم. اگر من عذر میخوام ببینید اگر حسابتون یکیه پس چرا وقتی که ما چیزی در اون باره عرض میکنیم میگید که من مال خودمو میگم به اون کاری؟ اگه حسابتون جدا منظور تو از این سوال چیه؟ منظور این است که ببینید وقتی که ما ببینید میگن بچه میگفت بابای ما هر وقت پای خودش میخوره به لیوان میفته آب میریزه میگه آخه اینجا جای لیوان گذاشتنه. هر وقت که پای ما میخوره میگه کوری نمیبینی لیوانو. اینجوری که نمیشه. بالاخره یه طرف ماجراست. شما بالاخره بحث بر سر اینه. ببینید شما اقدامات آقایان موسوی و کروبی و خاتمی رو در مجموع قبول دارین یا نه؟ این نمیشه که شما به یه جا میرسین از من اجازه دارم جواب بدم. اگه اجازه بدین منم یک کلمه است قبول دارین؟ نه اینجوری با یک کلمه جواب نمیشه. خب پس اجازه بقیه رو اجازه خیلی خوب خواستید من جواب میدم. ببینید این که نمیشه. من عذر میخوام قرار مسئله شفاف بشه. این که نمیشه. شما میفرمایید اعتدال یعنی چی؟ یعنی مشی که آقا فرمود. ببینید اعتدال ملاک اعتدال قانونه. بله درسته؟ بنابراین باید به قانون تن داد دیگه. شما میگید که من حالا چند تا نکته. شما میفرمایید که من به شدت با دخالت بیگانگان مخالفم. درسته؟ بنابراین اگر آقایان موسوی و خاتمی و کروبی من دیگه دو مرتبه اسم نمیبرم. اگر این آقایون رو اگر عدم مرزبندی این آقایون رو با خارجی ها بد میدونید صریحا بگید قبول ندارم. اگر این عدم مرزبندی رو بد نمیدونید دیگه از اون طرف چیز نکنید. عذر میخوام من میخوام خود روشن‌تر بریم. این یه رسویه. من تو مجلس گفتم باید مرزبندی بشه. خب پس بنابراین شما اینجا حسابتون جداست. مرزبندی بشه. خب چرا اینا رو میبرید اونور؟ خب با دیدگاه خودتون دارید. آقای اضافی نیست. مخاطب در برای اینکه اونا مرزبندی نکردن دیگه. خب باید بکنن. خب باید دلیلی که نکردن با اونان که اجازه بفرمایید. الان وقت منه دیگه. اگر میخواید بفرمایید من کاملا در خدمتتون هستم. ولی اجازه بدید بنده عرضم بکنم. ببینید آقای کواکبیان برای شما اینو بد میدونید. این کارو بد میدونید. ولی این آقایون این کارو بد انجام دادن. شما میگید نباید انجام بدن. بله سلام ولی انجام دادن. پس اینو باید قبول کنین که بده دیگه. نمیشه که شما از این طرف چیز کنید از من. این یکی. نکته بعدی که الان هم بهش فرمودین. ببینید میگید جذب آقا فرمودن واقعا سخن بسیار حکیمانه ای که جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. ببینید این راه کار داره دیگه. راه کار داره. شما که میگید که کیهان حالا من نمیخوام از کیهان میگید کیهان چنین و چنان میکنه. ما کی بقیه مردم رو گفتیم؟ ما 7-10 نفر رو میگید 1000 نفر. خب باید در جواب بده. شما باید این فرضیه جواب بدید. همین الان جلوی مردم جواب بدید. شما که میگید انقدر ما چند تایی رو گفتیم و این چند تا از اول تا حالا چند تا از اینایی که ما گفتیم همین الان رفتن پناهنده شدن. مگه غیر از اینه؟ مگه آقای مهاجرانی یارغار شماها نبود؟ مگه ما از همون موقع نمیگفتیم این وضعش یه جایش ایوایی داره؟ الان ما پناهنده شده. آقای رمضانپور رو یا رمضانزاده که چیز بود که معاون فرهنگی آقای ارشد حضور شما آقای مسجد جامعی بود. ما همون موقع میگفتیم این بعضی از کاربریم میگفتیم مستند میگفتیم بعضی از کارایشون به این دلیل مورد نقده. ایشون هم الان پناهنده شده. آقای کدیور مگه اینطوری نیست؟ اتفاقا آقای کدیور از شاکیای ماست. مگه آقای کدیور اینطوری هم؟ ببینید من معتقدم جریانی که بعضی از اعضای اصلیش هر از چندگاه به خارج از کشور پناهنده میشن بعد اونجا زبون باز میکنن علیه نظام هر چه میخوان میگن. این جریانی که در داخله حداقل یه ذره به فکر باشه.
هی نگه اعتدال. شما میگید اعتدال، بله اعتدال خوبه. اعتدال در چیه؟ اعتدال در اجرای قانونه. شما میگید جذب حداکثری، خب ما هم همینو میگیم. ما اتفاقا میگیم گفت اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. نمیشه که شما توی انبار گندم موش افتاده باشه تا بخوای بری میگه موش گندما رو میخوره، به قول مولای رومی. بالاخره باید اینو بیاری بیرون. شما ببینید بایستی بس بر سر اینه که یک عده قلیل، نه اکثر، اتفاقا فرمایش آقا بسیار حکیمانه است، یک عده قلیلی این وسط افتادن و سعی میکنن بسیاری از مردم رو فریب بدن. ما میگیم بابا این عده قلیل که تکلیفشون مشخصه، نمیگیم من بگیرین نمیدونم اعدام بکنیم، فلان که شخصی اصلا به ماها نمیاد. همونی که آقا فرمودن مر قانون اجرا بشه. بعدش هم میگیم آقا به این دلیل اینا قانون شکنی کردن، اینا فلان کردن، اینا واقعا مسئولیت دارن، اینا مجرمن. بس برسن کی گفتم اتفاقا آقای کباچبیان من معتقدم، من فکر می‌کنم من تا 12 وقت گرفتم از ببینید مدیریت شبکه. حالا ببینیم ادامه چطور. اتفاقا من معتقدم یک عده‌ای، یعنی درست همون یه عده قلیل، برای اینکه خودشون رو نجات بدن بعضی از دیگران آدمای دیگر رو میدن جلو، کسی با اونا کاری نداره. بعد اون وقت مطالبی هم میگید که من نمیخوام حالا بعضی مطالب جواب. مثلا شما در مورد آقای کروبی گفتین که کیهان سالقه، اینطوری نبود. آخه این دروغ محضه. چرا شما اینو میفرمایید؟ کی ما هم نه گفتید که کیهان اعلام کرد ساعت 9 شب؟ کی ما اعلام کردیم؟ نه اون 4 سال همون 4 سال پیش. ببینید تیتر تیتر اونم نبود. آقای عزیز تیتر یک نبود. این تیتر یک ملت کار رو تمام اجازه بدید. بله تیتر یکی که آقا میگن، آقای کروبی میگن تیتر یکی بود که BBC ساخت و یه لوگو از کیهان نشون داد. بعدش هم بعد از اینکه ماجرا تموم شد ما گفتیم این چیز نبود، بعد گفت آره اشتباه شده فلان شده. دیگه شما بعد که شما ما گفتیم حضور عموسی مردم در اصل انتخابات. شوخی با شما بکنم بعد که شما این چیزی که اونا گفتن، خب بالاخره این دلیله. بعدش هم آقای کروبی الحمدلله تو الان ما آمریکایی نیستیم. آقای کروبی گفتن که من یه چرت خوابم برد، یه دفعه دیدم کیهان چیز کرد. کیهان اصلا قضیه رو عوض کرد. ما کاری نکردیم، اصلا ما که نصف شب که روزنامه چاپ نمی‌کنیم که. بعدش هم ما همون چیزی رو که مراجع رسمی میگفتن مطرح کردیم. از به هر حال ببینید من عرضم اینه، ببینید هر کدوم از اینا راه کاری داره. شما میفرمایید اعتدال، بله همین حرف درستیه. جذب حداقلی، جذب حداکثری، جذب حداکثری و دفع حداکثری. آقا برای جذب حداکثری، برای اجرای این فرمول باید موانع این فرمول هم برداشت دیگه. اتفاقا اگر شما بخواید شروع به کار بکنید میبینید عده بسیار بسیار اندکی هست. توده های مردم همین بودن که 9 عده اومدن، خود شما هم اومدید. در مورد آقای محسن رضایی میگید که گفتن که جامعه زن. ما کی گفتیم جامعه زن؟ چرا به خود از پیش خودتون میگید؟ ببین من معتقدم شما تو روزنامه‌تون نیستین. ببخشید من این شوخی با شما بکنم چیز. ببینید الان چند تا شوخی کردی؟ نه این لازمه. شما من عذر میخوام، شما ببینید یه دفعه آقای احمدی نژاد قرار بود تو تلویزیون سخنرانی بکنه، یادتونه؟ قرار بود بیاد برنامه اجرا کنه. شما ببینید من میدونم شما این کارو نکردین. و همونم که اون بعد نمیشه. شما اومدید قرار بود بیاد، برنامهش لغو شد. چون شما روزنامه‌تون زودتر می‌بستین، از پیش خودتون اومدین نوشتین آقای احمدی اینو گفت اونو گفت. این دروغه. این ما سندشو داریم. خب بیارید سند. آقا شما اینجا بینندگان قول بدید که ایشون به بنده رمبال نگفته و بعدم بنده نوشتم سخنرانی اگه من بگم طرفدار این طرف حساب میشم. بله ببینید اینو همه میدونن، نمیشه انکار کرد. نه حالا من شما ببینید دو تا روزنامه شما و روزنامه صدای عدالت اومدن از قول اون گفتن اینجوری. بعدن هم که وقتی اعتراض شد میدونین جواب چی بود؟ و چون آقای احمدی نمیاد سخنرانی، من نمیخوام از ایشون دفاع کنم، ایشون نمیخوام ردش کنن، نسجد الله راه توده‌های مردم داره، رئیس جمهور قانونی هم هست و آدم با چیزی هم میدونمش، خوبی هم میدونمش. منتها ببینید بحث بر سر چیز دیگه است. من میخوام عرض کنم شما
به جای اینکه حرف اینونو بگین خودتون بگن چند تا نمونه گفتی هیچ کدوم صحت نداشت. شما گفتید من گفتم به آقای محسن رضایی که آقای محسن رضایی شما جام زر، ما کی همچین حرفی زدیم؟ اصلا اینا مثلا اصلا کسی در این سطوح نیست که بخواد این کار